و بزرگترین لیلام موبایل های آیفون و سامسونگ خوش آمدید. کمپانی اسپارتان وارد شده می باشن خلاص دیگه تو بهش نم خارجم سیم کارت یا چیز انداختن نمی باشه. 13 پرو مکس ده حافظه 128 256 و 512 جی بی داریم. بازار است قیمتاش 500 520 دلار کم نیست. او را به قیمت 470 دلار آمریکایی در اعلام میگذارم. 12 پرو مکس ده حافظه 256 جی بی باتری 90 به بالا، یک سیم دو سیم موجود داریم. قیمت های از است بازار 24000 و 25000 کم نیست. ما به قیمت 25 و 24 و 23 و 22 و 21 نه 20000 فاینال داریم. آیفون های 11 ده حافظه 64 جی بی و 128 جی بی 64 جی بی بازار 12000 و 13000 کم نیست. او را به قیمت 10000 افغانی در اعلام میگذارم. 16 پرو است حافظه 64 جی بی شه به قیمت 10000. حساب اصلی بودن یایش 1 سال 2 سال 10 سال هر چقدر ضمانت میخواین برشان میتیم. کاملا داخل آب است ولی هنوزم روشن است و هیچ کدام تغییر نکرده. با بزرگترین لیلام موبایل های آیفون و سامسونگ خوش آمدیم. سلام علیکم وطندارای عزیز و نازنینم، انشالله که خوب و صحتمند و سر حال باشین و من شما معصومی از پنجره افغانستان در خدمتتان هستم با یک برنامه جدید. البته از نظر به این که در این اواخر خبرهای از ارزان شدن موبایل های آیفون و همچنان سامسونگ رسیده، ما خواستیم تا از موبایل فروشی مستان براتون برنامه داشته باشیم و همچنان در پهلوی از او لیلام هم قرار است که داشته باشن. بیننده برنامه باشین تا معلومات کامل در مورد موبایل ها براتون بدیم و همچنان موبایلی که تازه رونمایی کرده شرکت اپل که آیفون 17 می باشه درباره از اون صحبت میکنیم. ما را همراهی کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. وطندارای عزیز، بیننده برنامه ما هستین از مستان موبایل و مسئول موبایل فروشی هم با ما هستن. صحبت ها را همراهشان می داشته باشیم. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام بر شما بیننده عزیز. تشکر میکنم. سلامت باشین. میشه که خودتان معرفی کنین؟ اسم مستان است، باشنده ولایت کابل و مسئول خود دکان مستان موبایل. بسیار خوشحال شدیم مستان جان عزیز. چطور است بازارهای موبایل فروشی بخصوص بازار اپل و سامسونگ؟ خوب است. گزارا میکنم مدل سامسونگ و آیفون در عموم کار از نمیره خودم میکنم و مشتریای مجدد علاقه‌مند از این کمپانی است. شنیدیم میگن در این آخرای کم قیمت‌های موبایل پایین آمده. قیمت‌های موبایل نظر به دلار است. دلار پایان به البته موبایل هم پایان میشه. و بر ما اینو بگوین کدام کمپانی‌ها در موبایل فروشی شما از کدام کمپانی‌ها داره؟ پیش خودم تو قسمی براتون بیشتر یادآور شدم. کمپانی سامسونگ است همراه آیفون که نمی دو کمپانی برند می باشه و زیادتر مشتریای ما همین نمی دو کمپانی را استفاده میکنن و در پالی از این شارپ چیزایی هم داریم خاطر گیمینگ یا می باشه دیگه نمی دو سی کمپانی همشای موبایل ها می دو کمپانی هست. بله این می دو کمپانی است که بر حساب اینمی یعنی خوب است. خراب شون پرزش پیدا میشه پس مفروشی یک کس خریدارش می باشه چون چیزای برند است. یک موضوع دیگه دوستای عزیز که آیفون 17 تازه رونمایی شده از طریق شرکت اپل. مستان جان دربارش معلومات داره یعنی؟ آیفون 17 رونمایی شده خب فعلا هنوز تا اینجا نامده دیگه معلومات خاص دربارش نداریم. زیادتر که مثلا در سوشال میدیا یا یگان معلوماتی هم می باشه دیگه یگان گاهی صحیح گاهی یگان چیز غلط دیگه از خاطر تا که نامده. چقدر وقت در بر میگیره تا اینکه به افغانستان کابل برسه؟ فقط از طرف خود کمپانی رونمایی شود دیگه در ظرف یک ماه یا میایین انشاءالله. قیمتش باز چند است؟
قیمت های از او قسم است که وقتی که از خود کمپانی خریداری میکنی خود کمپانی ارزان است، باز بازار سیاه از اون طریق باز قیمتایش بلند تر کرده میشن. از اونم خاطر دیگه نو که ما برای اگر مشتریای متقاضا داشته باشه برشون میاریم، اگر نمیمونیم که تا که پس دم قیمت خودش میرسه بسیار قیمت گزاف می داشتم. قیمت گزاف داشته باشه. مستان جان عزیز، امروز بر ما موبایل ها را لیلام میکنین یا نه؟ چرا نه؟ شما تا اینجا زحمت کشیدین، مشکل نیست که در لیلام میدیم. نام خدا دوستان میبینید سر میز پر است، مدل های مختلف آیفون است و همچنان در این قسمت مدل های مختلف سامسونگ هم است که درباره‌شان صحبت میکنیم، بر ما معلومات میتن و همچنان درباره قیمتاشون بر ما میگن که امروز قرار است چندی موبایل ها لیلام شود. چرا نه؟ بله، از این موبایل شروع میکنیم. این خوب کاغذ پیچ است دیگه. کاغذ پیچ کارتن داره، جست اکتیف میگنش، آیفون 14 پرو مکس، در رنگ بالایش حافظه 256 جی بی، کیبل میبل همه چیزش هست. نوعیتش دوستای ما میبینن، فقط هم جست اکتیف ها یک دفعه دم کمپانی اسپارتان واز شده می باشن، خلاص دیگه تا بهش نم خارج هم سیم کارت یا چیز انداختن نمی باشه. ده حافظه 256 جی بی، دو سیم کارت، بیتریل 100، قیمتایشان از بازار $800. من در لیلام مگذارم 800 نه، $700 هم نه، $690 به احترام. آیفون 14 پرو مکس، ده حافظه 256، بیتریل 100، کارتن همه چیز داره. در بازار گفتین است $750 $800 یا کم نیست. و امروز از طریق مستان موبایل به لیلام گذاشته میشه $600. بسیار عالی. دوستا حتما از این لیلام مستفید شوین چون بسیار یک قیمت های خوب است و یک خدمت مدل بعدی ما آیفون 15 پرو است. آیفون 15 پرو، ده حافظه 128 جی بی، خصوصیاتش دوستای ما قید کنن، اون آمدن موجود بود، صدقه سرشان که نبود گله نکنن. در رنگ سیاه، ده حافظه 128 جی بی، قیمتایشان است بازار $600. ما در لیلام مگذارم 650 نه، $540 امریکایی این دلیلام. $540. بسیار عالی. و موبایل بعدی کدام موبایل است؟ مدل های بعدی ما آیفون های 13 پرو مکس ماست. 13 پرو مکس، ده حافظه 128، 256 و 512 جی بی داریم. 128 جی بیش بازار است، قیمتاش $520 کم نیست. او را با قیمت $470 امریکایی در لیلام مگذارم. 256 جی بیش بازار است، فعلا هم $5,500، او را با قیمت $500 امریکایی در لیلام مگذاریم. و 512 جی بیش ناگفتن همانه که بازار است $600، او را با قیمت $5,500، یعنی هر یکیش $50 $60 $40 قسم که تخفیف میگیم. اون رقم انشالله از بازار کده تخفیف بشه. مستان جان، موبایل هایی که در این قسمت است اینا مستعمل می باشن؟ یا مستعمل می باشن، باز در مستعمل هم چند قسم میایه. مستعمل های از اینجا میایه، مستعمل های خارج یا که از باز مستعمل های خارج است که من خودم صاحبش هستم، در اینجا سیم کارت یا ننداختیم، نوعیتیش هم دوستای ما میبینن، همه چیز از یاد دیگه ضمانتی است. فکر کنم قسم کارتن بسته رو میخریم، اون رقم برات مستعمل ضمانت همون تا چیز دیگه هیچ فرق نمیکنه. موبایل های آیفون فکر کنم تمامش واترپروف هم هستن. تمامش انشالله واترپروف هستن. چیزایی که باز ما واترپروف میگیم به هموطنای ما، او را اگه خریدن شوقی واترپروف چک کردن بودن برشان دوام مونده. انشالله در این برنامه برشان انشالله نشان میدیم. برنامه گفتیم غیر برنامه که مثلا میاین اینجا خریداری میکنن برشان چک میکنن. بسیار عالی. مستان عزیز، شنیدیم که میگن بعضی شایعات میشه در بازار و سوشال میدیا درباره موبایل ها و بخصوص کمپانی های برند که باشه، میگن که آیفون بعض مدلایش هست که آپدیتش نمیه. میشه درباره از این برای هموطنای ما که خریدار هستن معلومات بدید؟ آپدیت در آیفون تا ایکس بند است، از ایکس که به اوسو ایکس یا شروع میشه، او دیگه واز سر از آپدیت یا میشه دیگه تا مو ایکس بند است. باز موبایل های ایکس هم دارین فروش میشه؟ ایکس هم داریم، ما اون مدل ها رو مردم میخرن. تا مثلا سعی که تا پیشم تا آیفون 7 و 8 یایش است میخرن، مشتری ها میخرن. اگر آپدیت سرشان بند باشه بازم میگن کارا یا استفاده میشه. استفاده خود میکنه. موبایل بعدی کدام موبایل است؟
مدل های بعدی ما آیفون های 12 پرو مکس است. 12 پرو مکس 10 حافظه 256 جی بی، بطری تای 90 به بالا، یک سیم دو سیم موجود داریم. قیمتایشون از بازار $4,500، ما به قیمت $400 هم نیست، $380 آمریکایی 256 شده اعلام مکس. در بازار گفتین چند است؟ $4,500 اینمی 256 که مثلا اینمی رنگ بالایش باز هر مدل از خود رنگ خاص داره که در 12 پرو مکس رنگ بالایش است، 13 پرو مکس اون بلوش است، 14 پرو مکس رنگ بنجانیش است دیگه. یعنی اینمی رنگ 4,500 فعلا کم نیست که اینمی رقم استاکای پاک صفا ضمانتی باشه. و دیگه کدام مدل ها هست که بر دوستان لیلام شد و معرفی شد؟ مدل های بعدی ما آیفون های 11 پرو مکس ماست. 11 پرو مکس 10 حافظه 256 جی بی، در دو سه رنگ مختلف که رنگ گلدن، سیاه، ماشی، می رنگایش داریم موجود داریم. قیمت های از جا است که بازار 24,000 و 25,000 کم نیست، ما به قیمت 25 و 24 و 23 و 22 و 21 نه 20,000 فاینال داریم. 20,000 فاینال داریم. آیفون 11 دوستای عزیز 20,000 فاینال. شما از جایی که دوست دارین آیفون داشته باشین میتونین بیاین و از لیلام مستفید شوین. موبایل بعدی کدام موبایل است؟ موبایل بعدی ما باشم خدا موبایل ها زیاد است در بین گد ود میشه. اما مدل به مدل برتون در معرفی بگیرم. مدل بعدی ما آیفون های 11 پرو ده هر رنگش که دوستای ما کار داشتیم موجود داریم. 10 حافظه 256 جی بی، بطری تای 90 به بالا 90 به پایان. قیمتایشون از بازار 20,000، ما با قیمت 17,000 افغانی در اعلام می‌کنم. بطری از یا باز چند است؟ بطری تای از یا مختلف است، 90 به بالا میایه 90 به پایان میایه. مثلا پسرش نوشته است حافظه 256 جی بی، بطری 69 دیگه. در بطری تر عددی که دوستای ما خوش داشتن اصلا موجود است. و همچنان میشه که امتحان هم کنیم برای دوستای ما که مخاطرشان جمع شود از لحاظ واترپروف بودن از یا که میشه که چند دانه را بر ما در آب بندازین دوستان ببینن. چرا نه انشالله معرفیش خلاص شود باز براتون یک هر یک شما خوش کردن براتون در مدل بعدی ما آیفون های 11 است. آیفون های 11 10 حافظه 64 جی بی و 128 جی بی. 64 جی بیش بازار 12,000 و 13,000 کم نیست، او را به قیمت 10,000 افغانی در اعلام میگذارم. و 128 جی بیش که بازار از 16,000 او را به قیمت 13,000 افغانی این در اعلام. بسیار عالی. موبایل بعدی کدام موبایل است؟ مدل بعدی ما آیفون های 13 خالی است. آیفون های 13 10 حافظه 128 جی بی، بطری تای مختلف، رنگ های مختلف. قیمت هایشان از بازار 25,000 یا ما به قیمت 21,000 در اعلام می‌کنیم. 21,000. بله دوستا، قسمی که بیننده هستین یک نرخ بسیار زیاد عالی از بازار پایینتر این موبایل ها با مدل های مختلف و بطری های مختلف در اعلام هستند. بیننده برنامه باشین، ادامه دارم. مستان جان عزیز، بعد از این کدام مدل بر ما بلیلام می‌ذاریم؟ مدل های بعدی ما آیفون های XR است. XR های کاورشیپ میگنش. زیادتر دوستای ما خاطر از این مسیج هم داشتن برم این چیزا رو فرمایشی برشان جور میکنم. اینا شیپشان تغییر کرده؟ یا شیپشان تغییر کرده. خود موبایل XR می باشد، در حافظه 64 و 128 جی بی. شیپ های 16 پرو است، حافظه 64 جی بی شه به قیمت 10,000. سابق 2,500 در اعلام داشتیم، این دفعه این 10,000 و 128 جی بیش که 13,000 در اعلام داشتیم، او را به قیمت 12,000 افغانی این داریم. و بعدش بعدی آیفون های 12 خالی است. 12 خالی 10 حافظه 128 جی بی و 256 جی بی موجود دارم که هر دوش میخوایم یک دقیقه ویژه خاص بانیم به محترم ما.
سر هر یکیش حدود رسیدن 128 تا 256 هر دوش در یک قیمتایشون 128 جی بی است. فعلا هم بازار 16000 کم نیست و 256 20000 کم نیست. هر دوش ما به قیمت 16000 در اعلام می‌گذاریم. 16000 یا و این موبایلی که اکسار گفتین شیپش تغییر کرده، دیگه مدل ها میشه شیپش تغییر کنه یا نه؟ دیگه مدل ها هم میشه، ایکس مکس میشه، آیفون 11 میشه. خب باز نتیجه و صحیح نمیتن. همو کامره پورتریتش میگه همو صحیح نمیه. دیگه باز اکسار بهترین نتیجه میده. دیگه بازم اگه مثلا ایکس مکس یا کسی یا آیفون 11 و یا را میخواستن چیز کنن کاورشیپ کنن اون میشه کاورشیپ میشه. بله. و دیگه کدام موبایل است؟ ایکس مکس فکر کنم لیلوم نداشتیم. مدل ایکس مکس است. ده حافظه 64 256 و 512 64 جی بی 10000 فاینال دلیلم 256 جی بی 14000 دلیلم 512 جی بی 16000 دلیلم. دوستای عزیز عجله کنین که بسیار لیلام خوب است با قیمت بسیار عالی. بعضی ها میگن که مثلا اگر لیلام میکنن حتما کدام علت می داشته باشه. سوال خوبی کردی. زیادتر مثلا ما لیلام میذاریم بس یگان تا فکر میکنن که ولی پیاز و کچالوس نزدیک خرابی سا یا کدام گپ داره. خانه او رقم گپ نیست. زیادتر لیلام بیایم خاطر از این باشه. یگان دفعه استاکای ما میایه پیاز نزدیک خلاصی باشه از او خاطر در لیلام میمانیم. یا یگان خودم زیادتر روزای چهارشنبه و پنجشنبه لیلام داشته باشیم بلا ناغر هفته به خاطر هموطنای ما. دیگه بهتر نیست که مثلا موبایل خراب باشه یا کدام گپ سخن داشته باشه که موبایل لیلام میخرن حساب اصلی بودن یا 1 سال 2 سال 10 سال هر چقدر ضمانت میخواین برشان میتیم. حساب مشکلات یا تکنیکی چیز برقی است که قانونی ضمانتش از طرف اتحادیه 24 ساعت است. ما سر جنسای خود اعتبار داریم. یک هفته 2 هفته برشان ضمانت میدیم. و اگر چیز می بود که نقص می داشت مطمئنن که بل نمیدادین ضمانت نمیدادیم ضمانت نمیدادیم چون دکاندار خوش نیست که سر مشتری خود چیزی سودا کنه پس بیایه باز با این دکان سر صدای گفا یا دیگه از خاطر ان شاء الله جنسای ضمانتی است. خب بعد از این کدام موبایل بر ما معرفی میکنه؟ مدلای بعدی میریم طرف سامسونگ دو مدلش نو تازه این روز صبح رسیده که یکیش A14 است و دیگهش A15. A14 ده حافظه 64 جی بی که زیادتر بر میخوانه یا میگیرن چیزای ارزان بای باشه. قیمتایشون از بازار 6000 ما به قیمت 4000 افغانی 14 را دلیلم میگذارم و A15 بازارش از 8000 ایره ما به قیمت 6500 افغانی A15 دلیلم. و مدلای دیگه هم تمامش A14 و A15 است یا A14 و A15 است. داریم در سامسونگ ها یا موبایل های دیگه هم است زیاد است. امروز یک ذره بیروبار هم است. باز انشالله یک روز به فرصت برشان همیشه دیلام میگیریم. مدلای بعدی ما شارپ است مخصوص گیمینگ می باشه. ده حافظه 256 جی بی 12 جی بی رم دارن. فول استاک های خارجی قیمتایشان از بازار 5000 ما به قیمت 4000 افغانی دیلام میگذارم. 4000. بله. بسیار عالی. و دیگه هم کدام مدل مانده به خاطر لیلام یا خلاص شد؟ به خاطر لیلام مشکل نیست. این میای کشیده بودیم نمیاد لیلام بود باز هستن مثلا دوستای کار مدل کار داشتن داریم موجود داریم. این به مطور نمونه یک چند نمونه فقط کشیدیم براتون لیلام گذاشتیم. دیگه پایان داریم سامسونگ هم داریم آیفون هم داریم هر مدل ان شاء الله کار داشتن ما داخل داریم. قسمی که بیننده هستین و پیشتر هم براتون گفتیم موبایل ها که از واتر پروف است و امیال دیگه مستان جان ایره بر ما ثابت میکنن که تمام از این موبایل ها واتر پروف است و شما با خیال راحت میتونین که اینا را خریداری کنین. مدل 13 پرو مکس ما سون داخله و برای متنای ما انداختیم به طور نمونه ببینن. کاملا داخل آب است ولی هنوز هم روشن است و هیچ کدام تغییر نکرده. میشه که از آب بکشینش و دوستا بازم ببینن؟
بله. یعنی این موبایل ها دیگه که در آب بفتن هیچ خراب نمیشن، بیخی دلشان خراب نمیشن به یک شرط که پس بعد از که از او میکشی باید چیز شود به طریقه صحیح خشک شود، چون یک کود داره اون کود باید دیش زده شود که پایان این مایکا ویایش نم و او دیش نمانه، چون اون ساعت ساعت خراب نمیشه. پس آنها زنگ منگ میگیره دیگه، اگر خرابم نشه و صدا بیایش دپ میشه تو مجبور میشی کوره باید توس کنی. از این خاطر بعد از اینکه دو اگر هموطنای ما مندازه یک کود است، کود باز برشان ما اینجا یاد میتیم کود بزنن به طریقه صحیح خشکش کنن دیگه هیچ بلام نمیزنه. به کدام طریقه میشه بگین که خشک کنن؟ طریقش اینجا باید دستتنگ یا بری. بله. میشه که در کامرا نشان بدید دوستا ببینن؟ طریقه خشک کردنش مثلا امرای تکه خشکش کنن یا بعضی امرای سیشوار یا مش خشکان خشک میکنن امرای زوم میشه؟ یعنی فقط یا کت صافی یا کت خشکم که ترچی مطلب گفیست که خشک شد خشک بیرونیش مقدر مثلا مهم نیست، اما که خشک شوه دیگه این دفعه مثلا می پایان صدایش میشنوین که از این پایان مایکا و یا هوایی که مانده میباشه امور بیرون داد میکنه یا جای لاستیکرها بیایش صحیح خشک شوه. اینمی کار کنن دیگه انشالله باز مشکل هیچ مشکل نمیاد. ای 54 است که براتون اون واترپروفش چک میکنیم. بله دوستا کاملا میبینین که داخل آب است. مدلش چی گفته؟ مدلش A54 است. 500% واترپروف میاد، دارای 128 جی بی یا بهترین یکی از بهترین موبایل است. واترشون دوستای ما میبینن 100% واتر هستن. قیمتایشون از بازار 10000 11000 ایره به قیمت 8000 در اعلام میگذاریم. بله هر کس کار داشت ان شاء الله. بسیار عالی. اینا هم طریقه خشک میشن یا نه فرق میکنه از این؟ نه دیگه باز قدر چیز نداره. فقط خشکش کنن خلاص. قیمتش هم دوستا در بازار 10000 افغانی است و امروز به لیلام گذاشته میشه 8000 افغانی. بسیار عالی. تشکر میکنم مستان جان عزیز از خودت که امروز در این برنامه برای ما موبایل ها رو لیلام کردی، معلومات دادی و همچنان به خاطر ثابت کردن واترپروفشون برای ما گفتی. تشکر بسیار. خواهش میکنم. تشکر از شما تا اینجا زحمت شد. خواهش میکنم. سلامت باشین. تشکر. وطندارای خوب نازنینم سپاسگزارتان هستم که تا ایدم بیننده برنامه ما بودین و در برنامه امروز براتون از لیلام موبایل های آیفون و همچنان سامسونگ برنامه داشتیم. ان شاء الله که مورد نظرتان بوده باشه. منتظر کامنت ها، پیشنهادات، نظریات و انتقادات شما عزیزا هستم. سپاسگزارتان که بیننده بودین و مثل همیشه ما را حمایت کنین تا بهترین ها را براتون تقدیم کنیم. این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردم. تا برنامه بعد خداوند نگهدار.